سلام به همگی و خیلی خوش اومدید. امروز می‌خوایم با هم یه سفر بریم به گذشته و ببینیم چطور یه پسر جوون از یه شهر کوچیک تبدیل شد به یکی از بزرگترین اسطوره‌های تاریخ هنر، یعنی لئوناردو داوینچی. ولی واقعاً یه اسطوره چجوری متولد میشه؟ این سوال اصلی ماست. میخوایم ببینیم این نبوغ از کجا میاد. پس با ما همراه باشید تا پرده از این راز برداریم. خب، برای شروع بیایید برگردیم به نقطه صفر، به اولین بخش داستانمون. لئوناردو قبل از اینکه تبدیل بشه به اون استاد بزرگی که میشناسیم، به دنیای کاملاً عادی اون. چشماتون رو ببندید و تصور کنید. اواسط قرن 15 میلادی، یه شهر کوچیک و قشنگ به اسم وینچی تو ایتالیا. لئوناردوی ما اینجا به دنیا اومد. توی دنیایی که صدای چکش هنرمندا و صنعتگرا با شور و شوق خلاقیت تو هم پیچیده بود. خب، استعداد خام که کافی نیست، درسته؟ هر نابغه‌ای به یه راهنما احتیاج داره، کسی که راه رو بهش نشون بده. و این دقیقاً همون جاییه که داستان لئوناردو با پیدا شدن استادش واقعاً هیجان انگیز میشه. قصه از اینجا شروع میشه که پدر لئوناردو که حسابی به پسرش افتخار میکرد، چند تا از نقاشیاشو برمی‌داره و میبره پیش آندریا دل وروکیو که اون موقع سرشناس‌ترین هنرمند فلورانس بود. میگن وروکیو فقط با یه نگاه به اون طراحی‌ها اون جرقه نبوغ رو تو کارای لئوناردوی جوون میبینه و همونجا قبولش میکنه که شاگردش باشه. حالا شاید بپرسید کارگاه رنسانس یعنی چی؟ ببینید، اونجا فقط یه استودیوی نقاشی ساده نبود. فکرشو بکنید، یه جایی شلوغ و پرهیاهو که استاد و شاگرداش روی همه چیز کار میکردن. از نقاشی و مجسمه سازی بگیر تا طلاکاری. در واقع هم یه مدرسه بود، هم یه آزمایشگاه برای ایده های نو و هم یه بیزینس تمام عیار. و حالا میرسیم به قلب ماجرا. سالهایی که لئوناردو توی کارگاه شلوغ وروکیو زیر نظر استادش حسابی عرق ریخت. این همون مسیریه که نبوغ خام اون رو صیقل داد و شکل داد. شاگرد بودن تو اون دوره اصلاً کار راحتی نبودا. یه مسیر خیلی سخت و دقیق داشت. مرحله اول چی بود؟ کپی کردن از کارای استاد. یعنی باید انقدر از روی آثار استادش میکشید تا فرم و تکنیک کاملاً دستش بیاد. بعد میرسید به مرحله دوم، علم هنر. یعنی یاد میگرفت چطور رنگ‌ها رو بسازه، چطور چوب رو برای نقاشی آماده کنه، یعنی شیمی پشت هنر رو درک میکرد. و تازه بعد از همه اینا، اگه خودش رو ثابت میکرد، اجازه پیدا میکرد تو بخشای کوچیکی از سفارش‌های اصلی استاد همکاری کنه. یه مسیر طولانی و پر از چالش. خب، بعد از این همه سختی و تلاش، بالاخره لحظه موعود فرا میرسه. اون لحظه سرنوشت ساز. لحظه‌ای که قرار مشخص بشه. آیا این شاگرد دیگه آماده است که خودش یه استاد باشه یا نه؟ ماجرا از این قراره وروکیو یه سفارش خیلی مهم گرفته به اسم غسل تعمید مسیح، یه شاهکار واقعی. اون میاد و نقاشی کردن یکی از فرشته‌های توی تابلو رو، فقط یکی از فرشته‌ها رو به شاگرد با استعدادش یعنی لئوناردو میسپاره. یه وظیفه کوچیک اما با یه مسئولیت خیلی بزرگ. و نتیجه چی میشه؟ یه تفاوت از زمین تا آسمان. فرشته‌ای که خود وروکیو کشیده بود خیلی ماهرانه و به سبک کاملا سنتی اون دوران بود. اما فرشته لئوناردو یه چیز دیگه بود. انگار داشت نفس میکشید با یه لطافت و یه نوری که توی نقاشی‌های اون زمان بی سابقه بود. یه کار کاملا انقلابی که نه تنها زیبا بود بلکه به شکل خیره کننده‌ای زنده به نظر می رسید. در واقع از کار خود استاد هم بهتر شده بود. و اینجا یه افسانه خیلی معروف هست که میگه استاد یعنی وروکیو وقتی کار شاگردش رو دید دیگه هیچ وقت قلمو دستش نگرفت. این جمله به بهترین شکل ممکن اوج ماجرا رو نشون میده. لحظه‌ای که همه فهمیدن شاگرد از استاد جلو زده. یه نقطه عطف واقعی تو تاریخ هنر. و اینجاست که دیگه همه چیز تغییر میکنه. این لحظه فقط پایان دوران شاگردی لئوناردو نبود. این لحظه در واقع تولد یک هنرمند بزرگ و ظهور یک استاد جدید بود.
بله، از دل همون کارگاه وروکیو یه استاد جدید متولد شد. لئوناردو داوینچی دیگه یه شاگرد نبود که از دیگران یاد بگیره. اون تبدیل به هنرمندی شد که قرار بود خود هنر رو از نو تعریف کنه، کسی که اومده بود تا دنیای هنر رو برای همیشه تغییر بده. و در نهایت این داستان ما رو به یه سوال همیشگی میرسونه. آیا یه نابغه به دنیا میاد یا ساخته میشه؟ داستان لئوناردو به ما چی میگه؟ به نظر شما جواب چیه؟ این سوالی هست که میخوام باهاش شما را تنها بذارم تا بهش فکر کنید.